بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. هممون میخوایم که در زندگیمون موفق باشیم، خوشبخت باشیم، اما چرا نمیشیم؟ هممون میخوایم که در همیشه زندگی ساده‌ای داشته باشیم و در این سادگی از این سادگی لذت ببریم، رو خودمون فشار بیاریم، اما چرا این کار رو نمی‌کنیم؟ وقتی میخوایم ازدواج کنیم برامون چشای مردم مهمه، ریخت و پاش میکنیم تا مردم ببینند، خودمون رو زیر فشار قرض و قرضه میندازیم تا مردم چیزی نگن. مردم و حرفای مردم برامون مهمه. چرا؟ چون که به اصطلاح احساس میکنیم موفقیت یا شکستمون بر روی زبانهای مردم هست. تا وقتی که ما خواسته هامون و گمانمون و خیالاتمون هماهنگ نشه، این مشکل رو خواهیم داشت. و تا وقتی که ما گمان و خاطرات و وهمها بر ما چیره شده هست، هرگز موفق نخواهیم شد. ببینید، اگر یه تخت چوبی اینجا 10 متری روی زمین انداخته باشند با یک عرض مثلا 3 متر و از ما بگن که از این روی این تخت رد بشید، میبینید که ما چست و چابک این ور و اون ور ملاق زنان از روی این تخته رد میشیم و هیچ هم احساس خطری هم نمی کنیم. یه تخته است، 3 متر عرض داره، 10 متر طول داره. اما اگر همین تخته رو بیاریم بذاریم روی بین دو تا ساختمان 20 طبقه کنار هم هستن، این تخته رو بذاریم بگیم که حالا از روی این تخته رد شو، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دیگه اینجاست که ترس وارمون میداره، دست و پامون میلرزه. تخته همون تخته است، طول همون طوله، عرض همون عرضه و امنیت هم همون امنیته. اما چون که ما در عقلمون، لاوعیمون، در خیالمون، در تصوراتمون احتمال سقوط رو میدیم، اینه که دیگه دست و پامون میلرزه. در زندگی هم همینطور. تا وقتی که ما احتمال شک و احتمال میدیم که به اصطلاح شکست بخوریم، خب حتما شکست میخوریم. وقتی که یک دانش آموز میخواد میگه که همه چیز رو حفظ کردم، همه چیز رو بلدم، اما وقتی سر امتحان میرم همه چی از ذهنم میپره، چون که این ترس و واهمه رو خیالش ساخته، عقل لاواعش بر این برنامه ریزی شده. وقتی میره سر امتحان همه چی هم میپره از ذهنش، شکست میخوره. وقتی که من دعا میکنم اما تو دلم، تو عقل لاواعم میدونم که این دعای من قبول نمیشه، من از این مشکل به اصطلاح رهایی پیدا نمیکنم، این بیماری من لاعلاج هست. خب بیماری لاعلاج میشه و از مشکلم جدا نمیخواهم شد و شکست خواهم خورد. تا وقتی که ما به زندگی با این دید بنگریم، وقتی میخوایم که ازدواج کنیم ترس و واهمه ورمون داشته، چرا؟ از کجا بخورم؟ چطور زندگیم رو بچرخونم؟ یادم رفته الان من دارم میخورم، اون کسی که میخوام باش ازدواج کنم اون هم داره میخوره و اون کسی که به ما روزی میده همون خدای یکتا هست، اون رو هم روزی میده، منو هم روزی میده. چرا وقتی با هم بشیم باز روزی نده؟ حالا که داره روزی رو میده، پس چرا وقتی که ما در کنار هم باشیم روزیمون رو نمیده؟ در حالی که خودش فرموده که ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. اگر دخترها و پسرها رو به ازدواج همدیگه در بیارید، اگر فقیر باشن، خداوند از فضل و کرمش اونها رو بهره مند میکنه و بی‌نیاز میکنه. این وعده الهی رو داریم، این واقعیت رو جلوی چشممون داریم که همه رو خداوند داره روزی میده و الان ما داریم میخوریم و میگردیم. اما اون ترس و واهمه رو داریم که اگر ما در کنار هم باشیم، اون وقت دیگه چطور زندگیمون رو بچرخونیم، از کجا بیاریم، چه کار بکنیم. این ترس و واهمه ما رو به شکست میگیرینه، باعث میشه که ما اولا در اقدام برای ازدواج تأخیر بکنیم، در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما رو تشویق کردن به ازدواج. و اینی که نه تنها در اقدام ازدواج بلکه در بعد از اون چطور زندگی کنیم، چون که یک واهمه بر ما چیره شده است که شکست میخوریم، خب حتما شکست خواهیم خورد. پس بهترین راه حل چی هست؟ بهترین راه حل تقویت ایمان هست. تا وقتی که من احساس میکنم که این بار مسئولیت بر شونه من خواهد بود و من تنها هستم، خب کشیدن بار مسئولیت سخته. اما وقتی که بدونم این بار مسئولیت بر من هست و من خدایی دارم
که به من کمک میکنه و من با توکل بر خدایم، با امید به نیروی خدایی و کمک الهی من میتونم این بار مسئولیت رو بکشم، حتما خواهم تونست. نیاز هست که ما همت کنیم. یه همت جو خیلی یه جو همت میتونه ما رو از بسیاری از این دغدغه‌ها رهایی بده و زندگیمون رو سعادتمند کنه.